توی معماری اینترنت یه رازی پنهان شده، یه تیکه کد که ده‌ها پیش نوشته شده، یه جورایی یه قور فراموش شده تا همین امروز. این کد کلید یه رویاست، رویای یه وبی که توش ارزش بتونه به همون آزادی اطلاعات حرکت کنه. امروز میخوایم با همین کد خاک خورده رو پیدا کنیم و ببینیم چرا یهو انقدر مهم شده و قراره همه چیز رو عوض کنه. خب، این کد مرموز چیه؟ اسمش هست HTTP 402، یعنی پرداخت لازمه. فکرشو بکنید، این کد قرار بود مثل صندوق فروشگاه برای کل اینترنت باشه. یه راه کاملاً بومی برای پرداخت مستقیم بدون هیچ واسطه‌ای. اما خب زیرساختش هیچ وقت ساخته نشد و کد 402 مثل یه بذر خفته باقی موند، منتظر یه شرایط مناسب برای جوانه زدن. و اون شرایط با انفجار هوش مصنوعی بالاخره از راه رسیده. اما قبل از اینکه بریم جلو، برای اینکه واقعاً بفهمیم چرا این کد الان اینقدر مهمه، باید یه قدم برگردیم عقب. باید اون رویای بزرگ وب رو که سالها به تعویق افتاد دوباره با هم مرور کنیم. این جمله از مارک اندریسن واقعاً میزنه به قلب مشکل. ببینید، وب از اول برای اشتراک اطلاعات ساخته شد، نه برای تبادل ارزش. و این حذفی که اتفاق افتاد، این گناه اصلی، ما رو مجبور کرد که یه راه دیگه پیدا کنیم. خب وقتی راهی برای پرداخت مستقیم وجود نداره، محتوا چطور باید پول در بیاره؟ جواب این سوال شد توجه. چشمای ما. و اینجوری بود که کل اقتصاد مبتنی بر تبلیغات، یعنی دقیقاً همین وبی که امروز میشناسیم، به دنیا اومد. خب، بیاید این گناه اصلی رو یکم بیشتر کالبد شکافی کنیم، ببینیم چطور معماری وب رو شکل داد و چطور ما رو دقیقاً به همین نقطه عطفی رسوند که امروز توش وایستادیم. تاریخ اینترنت چند تا دوره خیلی مشخص داره. اولش وب 1.0 بود که فقط برای خوندن بود. بعدش وب 2.0 از راه رسید که به ما اجازه نوشتن و تعامل رو داد و خب شبکه‌های اجتماعی رو خلق کرد. اما الان ما داریم وارد یه دوره کاملاً جدید میشیم. وب عامل محور یا ایجنتیک وب. و تغییر بنیادین دقیقاً همینجاست. برای اولین بار کاربر اصلی وب یه انسان نخواهد بود. و این نکته کلیدیه. کل مدل اقتصادی وب از بیخ و بن برای جلب توجه چشمهای انسان طراحی شده. تبلیغات، کلیک‌ها، بازدیدها، همه چیز برای من و شما بهینه شده. اما این کاربر جدید اینترنت، یعنی عامل هوش مصنوعی، چشم نداره. به طراحی زیبای سایت شما هیچ اهمیتی نمیده و یه تبلیغ جذاب روش هیچ تأثیری نداره. و اینجاست که اون نیروی کاتالیزور وارد صحنه میشه. نیرویی که داره این مدل چند دهه‌ای را از هم میپاشه. هوش مصنوعی. به این تفاوت‌های بنیادین یه نگاه بندازید. ما انسان‌ها محتوای بصری مصرف می‌کنیم، در حالی که عامل‌های هوش مصنوعی داده‌های خام رو پردازش می‌کنن. ما تحت تأثیر تبلیغات قرار می‌گیریم، ولی اونا در برابرش کاملاً مسئول هستن. و از همه مهمتر، یه هوش مصنوعی نمیتونه فرم کارت اعتباری پر کنه. اون به یه زبان پرداخت کاملاً جدید احتیاج داره، یه زبانی که بومی دنیای خودشه، زبان کد. این جمله از بن تامپسون فوریت ماجرا رو خیلی خوب خلاصه میکنه. ببینید، اگه ما یه زیرساخت اقتصادی جدید برای این وب عامل محور نسازیم، آیندهمون یه اینترنت خیلی بسته‌تر و کسل کننده تر خواهد بود. چرا؟ چون فقط چند تا غول تکنولوژی قدرت مذاکره برای دسترسی به داده‌ها در مقیاس بزرگ رو خواهند داشت و بقیه از بازی بیرون میمونن. خب، تا اینجا مشکل و فوریتش رو فهمیدیم. حالا وقتشه که به راه حل نگاهی بندازیم. پروتکل X402 دقیقاً برای همین ساخته شده. این پروتکل اون کد قدیمی HTTP 402 رو برمی‌داره و بهش یه جون تازه میده تا رویای پرداخت‌های بومی توی اینترنت رو بالاخره محقق کنه. و این ویژگی هاست که X402 رو به یه راه حل جهانی تبدیل میکنه. اولاً یه استاندارد بازه، یعنی دقیقاً مثل خود HTTP، هیچ کس کنترلش نمیکنه. دوماً نسبت به زنجیره و توکن مستقله، یعنی با هر نوع پول دیجیتالی کار میکنه و از همه مهمتر از پایه برای استفاده برنامه نویسی شده طراحی شده، یعنی برای اینکه ماشین‌ها بتونن به ماشین‌های دیگه پول پرداخت کنن. بسیار خوب. بیایید این رو یکم بازش کنیم و ببینیم یه پرداخت با X402 توی عمل دقیقاً چطور انجام میشه.
این فرایند خیلی جالبه، مثل یه دست دادن هوشمند بین کلاینت و سروره. اول کلاینت درخواست میده، سرور در جواب میگه کد 402 باید پرداخت کنی و روشای پرداخت رو لیست میکنه. بعد کلاینت یکی رو انتخاب میکنه، یه مجوز رو امضا میکنه و درخواستش رو دوباره میفرسته و در نهایت سرور اون امضا رو تایید، پرداخت رو تسویه و محتوا رو تحویل میده. همه اینها توی کسری از ثانیه و کاملا خودکار انجام میشه. و این سیستم قفل چیزی رو باز میکنه که ده‌هاست رویای اینترنت بوده، ریز پرداخت‌های واقعاً کارآمد. تصور کنید یه هوش مصنوعی برای دسترسی به یه قطعه داده فقط $1000 پرداخت کنه، یا برای استفاده از یه API برای 1 ثانیه 1/100 سنت. این مدل‌های کسب و کار کاملا جدیدی خلق میکنه. یعنی به جای اینکه شما رو مجبور به خرید اشتراک ماهانه کنن، تولید کننده‌های محتوا و ابزارها میتونن دقیقاً به اندازه ارزشی که ارائه میدن پول دریافت کنن، هر چقدر هم که اون ارزش کوچیک باشه. و اینجا نقطه عطف ماجراست. ما از چگونگی به چه چیزی ممکن است میرسیم. این تکنولوژی به یه وب عامل محور واقعی جون میده. یه فضایی که توش هوش مصنوعی میتونه به طور مستقل توی اینترنت بگرده، سرویس‌های مورد نیازش رو کشف کنه و هزینه‌اش رو هم پرداخت کنه. خب، برای اینکه این مفهوم از حالت تئوری و انتزاعی خارج بشه، بیایید با یه مثال خیلی ساده که همه میتونیم درکش کنیم، ببینیم این سیستم توی عمل چطور کار میکنه. همه چیز با یه دستور ساده و به زبان طبیعی از طرف کاربر به عامل هوش مصنوعی شروع میشه. به همین سادگی. دقت کنین، نه مرورگری باز میشه، نه جستجویی توی گوگل انجام میشه و نه بازدیدی از هیچ فروشگاه آنلاینی در کاره. و ببینید چقدر سریع اتفاق افتاد. عامل گشته، فروشنده رو پیدا کرده، قیمت رو چک کرده و حالا فقط برای تایید نهایی از کاربر اجازه میخواد. و کاربر فقط با یک کلمه جواب میده. بله. و تمام. عامل کل فرایند رو به صورت برنامه نویسی شده مدیریت کرد، از پرداخت گرفته تا تحویل رسید. کاربر هرگز وارد وبسایتی نشد و اطلاعات کارتش رو هم هیچ جا وارد نکرد. این آینده تجارت عامل محوره. و این فقط یه تئوری نیست، همین الان داره اتفاق میفته. غول‌های زیرساخت اینترنت مثل کلاودفلر دارن X402 رو پیاده سازی میکنن تا به صاحبان وبسایت‌ها اجازه بدن از خزنده‌های هوش مصنوعی برای دسترسی به محتواشون پول بگیرن. این یعنی برگردوندن قدرت به تولید کننده‌های محتوا در سراسر وب. یعنی بهشون این امکان رو میده که مستقیما از ارزشی که داده‌هاشون برای مدل‌های هوش مصنوعی داره درآمد کسب کنن. و این ما رو به سوال بنیادین میرسونه. دوره اول اینترنت با آزاد کردن جریان اطلاعات دنیا رو تغییر داد. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته وقتی ارزش، یعنی پول، بتونه با همون سرعت و آزادی حرکت کنه. چه دنیاهای جدیدی، چه اقتصادهای نوظهوری ساخته خواهد شد. این همون رویاییه که کد 402 بالاخره داره به واقعیت تبدیلش میکنه.